الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، از ما سوال نمودند که انسانی که فلج هست، شل هست، پایهایش از کار برآمده است، چگونه طهارت کردنش و چگونه نماز خواندنش رو به ما بیان میکردید. بارک الله فیکم. البته وقتی که این چنین انسان هست، اولا ما میگیم که به تقدیر الله رب العزت و الجلال باید راضی باشد و از الله دعا میکنیم و تمنا میکنیم و پناه میبریم که الله رب العزت و الجلال یکی از ما را به این فتنه بزرگش و به این سنجش بزرگش مناسب گرداند، زیرا این در حقیقت یک سنجش بزرگ است و هر موحدی که به این چنین مریضی کسلی دوچار شده است دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به قدرتش و به عزتش شفاش بدهد. اما کسی که به فلج گرفتار است از سبب ضربه غلطیدن حادثه یک چیزی یا که مادرزاد در حالت فلج هست، اگر در نزدش کسی باشد، البته دستش اگر کار بکند طهارت میکند، اگر دستش هم کار نکند کسی طهارت میکند اگر کسی باشد. اما کسی نباشد دستش کار بکند، ما میگیم به نزدش به یک کارتون با یک سلفن خاک چنگدار را بگذارند، تیمم میکند، یک ضربه به خاک میزند و به همین ضربه دستش را میمالد تا بند دست، نه تا آرنج. تا آرنج این ضعیف است، تیمم تا بند دست است، تا بند دست میمالد و به همین یک ضربه دویم ضربه رو نزده بر رویش هم میمالد. یعنی تیمم این یک ضربه است. در مذهبی که در مذهب ابن فهمید است دو ضربه این ضعیف است. یک ضربه به خاک میزند، به همین ضربه نه تا آرنج این هم ضعیف است، تا بند دست، بند دستش رو، کف دستش رو مس میکشد، بر رویش مس میکشد و نماز رو ششته به سوی قبله میخواند. البته اگر به سوی قبله باشد، اما به سوی قبله نباشد، در نزدش کسی نباشد که به سوی قبله گرداند، در این حالت به کدام طرفی که رویش تافت به همون طرف میخواند. اما خوبش این که سریرش رو بر روی قبله گذارد و هر وقتو که ادا کردن نماز را خواست رویش در روی قبله باشد، این خوب است. و البته وقتی که توانیست دستش که در کار است میتواند که بجنباند، در این حالت تمام فرضیات وضو را بگیرد و پایش را بشوید و کسی یا که بشوید، البته در این حالت بهترین است. اما وقتی که کسی نبود هیچ علاج نیست، در این حالت تیمم می نماید و با تیمم نماز خود را می خواند. چگونه نماز می خواند؟ در حالت نشست می نشیند، به دست خود الله اکبر می گوید، دستش را می بردارد، رفع یدین می کند، رکوع می کند، به میانش خم می شود. وقتی که میانش کار نکرد به سرش و با همین سر ایما و اشاره نماز را به پایان می رساند. بارک الله فیکم.